این امتحان رانندگی انگلستان که میرین از پیشتان چی رقم خواسته میشه که پارکینگ ها را انجام بدین؟ از کدام لغت ها استفاده میشه؟ به چی رقم از پیشتان خواسته میشه؟ تمامشه در این ویدیو میتونین که ببینین. از در امتحان رانندگی تان در کرکلمشان 4 نوع ما شما برش پارکینگ میگیم، منتها در امتحان یا در انگلستان برش چی میگن؟ منوور. منوور چی مانا میته؟ منوور هر حرکتی که استقامت تغییر میته به نام منوور یاد میکنه. یعنی اگر در امتحان رانندگی از ایتان خواسته میشه که I would like to carry out this maneuver or that maneuver، یعنی امروش کنفیوز نشین، مطلب از منوور از پارکینگ میگه. چند رقم پارکینگ داریم در امتحان رانندگی؟ از اول شروع میکنیم ریورس پارک یا پارلل پارک که پارکینگ که در پشت موتر انجام میدید در طرف چپ. نوع دومش pull up on the right reverse about 2 car lengths. در بعضی خواسته میشه که به طرف راست توقف کرد، بعد از او خواسته میشه که به اندازه دو موتر باید ریورس کرد. نوع سومش که در بی است، در چوکات هایی که در شاپینگ سنتر ها هست، پارک ها یا در جای دیگه. نوع دیگهش فورورد بی پارکینگ است که داخل چوکات داخل میشی و پس ریورس میکنی. و نوع چهارمش ریورس بی پارک که با یک چوکات یا بی چی میکنی؟ ریورس میکنی. یا درباره همش ما آماده کردیم، ویدیو را آماده کردیم که با چی شکل انجام میشه. از اول شروع میکنیم. از اولش ریورس پارکینگ. درایوینگ تست در DL25 به نام ریورس پارکینگ یاد میشه، منتها به چیز یاد مشهور است به نام پارلل پارک که به می شکل که من هستم به طرف چپ سرک استارت میکنی، بعد از او از خواسته میشه که پارلل پارک کنی. صحیح؟ اولین کاری که امتحان گیرنده یا اگزامینر از پیشتان براتان میگه اگر دید انجام بتین چی میگه؟ Would you pull up on the left well before you get to the next park car؟ میگه از خواسته میشه که میخوایم که در طرف چپ توقف کرد، موتری که در پیش رویت است از او باید اندازه بسیار کافی داشته باشی. بعد از او که توقف کردی، استارت کردی، موتر داوردی در پارک یا در نیوترال آوردی موتر، بعد از او برای چی میگه؟ This is the reverse parking exercise or known as parallel park. Would you drive forward, stop alongside the car ahead؟ از خواسته میشه که درایف کو با موتر که در پیش رویت است امجوا یا امجهت باش برو، درایف کو، درست؟ بعد از او then reverse and park reasonably close to and parallel with the curb. بعد از او میخوایم که در پشت از امون موتر که هست ریورس کنی موازی با کرب و از کرب مسافت یعنی نه بسیار و به اندازه مناسب از کرب. بعد از او که ایره برتان میگه try to complete this exercise within or about 2 car lengths، یعنی امی پارکینگ را که انجام میتین از موتر پیشروی تقریبا باید 2 موتر فاصله داشت که یک موتر تقریبا اندازه فاصله موتر خودتان است، یعنی میتونید که به اندازه یک موتر در مابین موتر که پارکینگ میکنین به اندازه یک موتر جای بانه. نوع دومش که است بی پارک که یکیش فورورد است و یکیش چی است؟ ریورس بی پارک. شروع میکنیم از فورورد بی پارک. در داخل پارکینگ لات میبریتانه، در پارکینگ میبریتانه، از پیشتان میخواه I would like you to drive forward into any convenient parking bay either to the left or to the right. Finish within one of the bays. میگذید میخوایم که داخل یکی از بیایی که به خودت راحت است یا به طرف راست یا به طرف چپ داخل شوی و داخل چوشی. بعض اوقات میشه مثلا در بعض پارکینگ ها که بری جای بسیار کم میباشه، در او حالت اگزامینر یا امتحان گیرنده براتون جای انتخاب میکنه. اگر جای کافی باشه اونا نه براتون بیر انتخاب میکنن
و نه انتخاب میکنن که در کدام طرف در طرف راست انجام داد یا در طرف چپ انجام داد. انتخاب به دست شماست. کوشش کنین که بیر انتخاب کنین که براتون راحت و ساده تر باشه. بعد از این که پارکینگتان خلاص کردین، بعد از این که خلاص شد، داخل شد، چک کردین همه جای که داخل از، بعد از این چی میگه؟ Now I want you to reverse. یا باید میگه که ریورس کو بر راست یا بر چپ. مثلا باید میگه که ریورس کو بر طرف راست، میگه I want you to reverse out to the right. یعنی پشت موتر به طرف راست میره، پیشروی موتر به طرف چپ میره. این خواست forward به پارک بود. باش که چی شد در صحیح بخوانم براتون. Now I would like to reverse out to the either to the left or side. بعضی اصلا یک طرفه می باشه. شاید نظر با اون بگه با کدام طرف ریورس کنین. بعد از اون راهنماییتون میکنه که چی کنین؟ از کار پارک بیرون شوین و آمدیم سر ریورس به پارک. اگر در داخل تست سنتر از پیشتان خواسته شد که در داخل بی هستین، براتون چی رقم گفته میشه؟ Would you pull forward either to the left or to the right so that your wheels are straight؟ از این خواسته میشه که از بی خارج شو، یا به طرف راست یا به طرف چپ و ویلایت یا تایرایت راست کو. Then reverse into a convenient parking bay, finish within one of the bays. بعد از او برات خواسته میشه که ریورس کو به یکی از بیایی که به یکی از چوکاتایی که برات راحت است ریورس کو و داخل چوکات باشه. این چی بود؟ اگر در داخل تست سنتر باشه. اگر در داخل پارکینگ لات ببریدان و از پیشتان خواسته شد، چی رقم میگه؟ براتون میگه که drive forward into the car park، یعنی داخل کار پارک شوین. بعد از اون then reverse into a convenient bay, finish within one of the bays. بعد از براتون خواسته میشه که هر بی که براتون راحت است ریورس کنین و داخل چوکات داخل بی تمام شود. این اگر در کدام پارکینگ لات باشه. و دیگهش که از پیشتون خواسته میشه که در طرف راست استارت کرد، بعد از ریورس کنین. با چی شکل خواسته میشه؟ که pull up on the right when it's safe to do so please. از خواسته میشه خواهش میکنم هر وقت که امن بود میخوایم که به طرف راست مخالف سرک توقف کرد. بعد از او از پیش I would now like you to reverse for about 2 car lengths keeping reasonably close to the curb. بعد از او از پیشتان خواسته میشه که میخوایم که تقریبا به اندازه 2 موتر ریورس کنین و فاصله تان از کرب باید مناسب باشه، نه زیاد دور نه زیاد نزدیک. براتون گفتم کمی اوره و سرک هست، به اندازه از زمان که باشین اونقدر مشکل نداره. نباید زیاد نزدیک باشین که با کرب تصادم کرد و نه زیاد دور باشین. زیادتر اگزامینرها وقتی که 2 کار رفت اونا براتون میگن اگر نگفت پیش خود هم یک اندازه داشته باشین که تا چی اندازه من ریورس کنم. روز قصه یک درایوینگ اینستراکتور من شنیدم که گفتش به اندازه 2 موتر ریورس کو، منتها او اگزامینریت نگفتش که استاپ کو. شاگرد امت ریورس آخر استارش کرد. گفت کجا میری؟ به اندازه 2 موتر. گفتیم متقاضی زیاد دور زیاد ریورس زیاد رفته میری اون با جهت مخالف که سیف نیست، از اون خاطر ناکام بود. یعنی پیش خود هم یک اندازه داشته باشین. اکثر اوقات اگزامینر براتون میگه که کافی است پیش خود هم یک اندازه داشته باشین، به اندازه تون که رسیدین استارت کنین برشان بگین که کافی است. یعنی اینی هم بود که به چی شکل از پیشتون خواسته میشه که منوور یا پارکینگ را که در امتحان میآید از پیشتون به چی شکل و به کدام لهجه خواسته میشه که انجام بدین.